سلام آقا. ما امروز یه پستی دیدیم تو اینستاگرام، یه خورده همچین داغم کرد که توی جمعی آقای نجفی و آقای عباس قادری و آقای علی نصیریان بازیگر و خلاصه جمعشون جمع بوده. آقای رئیس جمهور هم مثل که تشریف داشتن اینجا. بعد آقای عباس قادری با آقای علی نصیریان مثل که 45 سال بوده که آرزوی چنین روزی داشتن که آقای رئیسی از نزدیک ببینن. حالا کلا 4 سال آقای رئیسی داره مملکت رو کلا به فنا و به مسخره گرفته، کار نداریم. اینا 45 سال بوده که آرزوی همچین روزی داشتن که آقای رئیسی رو از نزدیک ببینن. خب خوشا به سعادتشون که به آرزوشون رسیدن. و آقای نصیریان، آقای نجفی و آقای عباس قادری. از اون ور آقای نجفی میگه مملکت گل و بلبل، همه چی اوکیه، همه چی ردیفه، مردم بی خودی صدا میکنن. خب دست شما هم درد نکنه که خب مردم شاید بی خودی صدا در میارن. گوشت کیلویی 600-700 هزار تومن و مرغ کیلویی 150-60 تومن 70 تومن و برنج کیلویی 200 تومن و 150 تومن و اینا. خب شاید اینا ندیدن، شاید نخوردن، نمیدونم. خلاصه جالب اینجاست که اینا همه فک فامیلا و تمام جد آبادشون هم تو آمریکان. آقای مثلا عباس قادری اونجا پسر شبکه داره، به قول اینا شبکه‌های مستجل. آقای همین اومدم در خونتون نبودی راستشو بگو کجا رفته بودی آهنگم داره میخونه. حالا نمیدونم اینا مست میکنن میان تو چیزی میزنن، چیزی میکشن، نمیدونم تو فضا هن. مثلا از اینجا که میرن سوار یه سفینه فضایی میشن، میرن از ایران بیرون، دوباره مثلا یه برنامه بشه میان پایین. مواد چی مصرف میکنن؟ مشروم میزنن. مشروم میخوری آخه مثلا که کلا یه چند ساعتی توی یه فضای دیگه هستی. چی مصرف میکنین؟ دهه 60 و دهه 50 ها رو کمر به فنا دادید، رفت، پیر شدیم، 40 سالمون شد. چی میخوای از جون مردم؟ چی میگید؟ چی مصرف میکنید؟ لااقل اون چیزایی که شما مصرف میکنید به ما بدید، ما نبینیم این چیزا رو.